وقتی که شهر رشت به عنوان شهر خلاق یونسکو ثبت شد، تعداد رستوران هایی که در شهر رشت وجود داشت چیزی حدود 413 مورد بود. همینطور که ثبت ادامه پیدا کرد، روندش به جریان افتاد، تعداد رستوران های شهر و کافه های رشت بیش از 3000 مورد رسیده. خب این یک ارزش کمی برای شهر رشت حساب میشه. یکی از کارهای مهمی که بعد از ثبت شهر رشت به عنوان شهر خلاق خوراکشناسی در یونسکو اتفاق افتاد این بود که خونه‌های قدیمی تبدیل شدن به محل کافه و رستوران در شهر رشت و امروز که داریم با هم صحبت می‌کنیم تعداد زیادی از خونه‌های تاریخی یا دارن تبدیل میشن به کافه و رستوران یا در حال تبدیل شدن هستن به اینکه بتونن یک مکان پذیرایی برای مردم و گردشگران باشن. تو شهر رشت مادران آشپز ما داریم، مادر بزرگای آشپز داریم، غذاهایی بلد هستن که میتونن خیلی به نسل آینده کمک کنه. اگر یک آشپزخانه ایده داشته باشیم خیلی میتونیم در این زمینه فعالیت داشته باشیم.